ولگ سفر بوشهر رو از توی فرودگاه شروع کردم. اینجا دارم میرم که سوار پروازم بشم. پرواز من آتا بود چون تنها تایمی که میخواستم و این ایرلاین داشت. متاسفانه صندلی من آیل سیت بود، ویندو سیت نبود، یعنی اینکه نمیتونستم کنار پنجره باشم و از فاصله خیلی دور فقط آبی میدیدم. بعد از 1.5 ساعت پرواز رسیدیم به اقامتگاه که توی شهر بود، نزدیک بافت بود، یعنی نزدیک محله‌های قدیمیش بود و اینکه ساحلم خیلی بهمون نزدیک بود. اقامتگاه خوشگله بود. البته صدا باید بذارم. نمیدونم شاید صدا نذاشتم، همین مدلی گذاشتم. اقامتگاه ما خیلی لاکچری نبود ولی فضای گرم و صمیمی که داشت و من خیلی دوست داشتم. خیلی هم بامزه بود. روز اول فعالیت خاصی نداشتیم و عصر رو نزدیکای شب رفتیم کنار ساحل یکم چیل کردیم تا فردا که تور لیدرمون برامون یه برنامه خیلی مهیج داشت. برنامه مهیجش کارگاه نساجی بود که من تا حالا نرفته بودم و این پارچه‌ای که اونجا میبافتن یا میدوختن نمیدونم چی بهش میگن، خیلی جالب بود که همه رنگاش طبیعی بود، یعنی از گل و حالا موی حیواناتی بود که رنگای طبیعی داشت. خیلی هم گرون بود وسایلاش ولی خب به نظر ارزشش رو داشت. این پارچه‌ای که مشاهده میکنید از پشم شتر بود، 45 میلیون تومان پول این یه تیکه بود و این تابلو هم کلی هر کدوم گرون بودن، فکر کنم 800-900 تومان بود. اینا هم که همون نخاییه که بهتون گفتم طبیعی و از حیوانات مختلفه، مثلا اونا پنبه است، اون یکی گوسفند بود، اون یکی قهوه یا شتره اینا. و اینا رو خودشون میبافن، ریسه میکنن و بعدم تبدیل به پارچه و قالیچه و این چیزا میشه. این توپک رشته بود با بادمجون. توپک اون پوپک گل آشه دوغ نه غذای محلیشون رو اکثرش رو سعی کردم امتحان کنم و این جایی که رفتیم غذا خوریم خیلی سنتی و بامزه بود. فرش انداخته بودن، چند تا ریسمون رنگی رنگی و رسیدیم به جذاب ترین بخش سفر، روز ماهیگیری و قایق سواری. جذاب ترین تجربه برای من روندن قایق بود. یه سری چیزا رو فکر نمی‌کردم بتونم انجام بدم ولی انجام دادم، خیلی حال داد. کجاشو بگیری سیف کنی؟ اسمش چیه؟ گنگام. آره. بعد نمیمیره خارج از آب میمیره. چششو در آوردن. قلاب خوردن. همین الان گرفتیش؟ آره. لقمه‌های آخر. تجربه ماهیگیری اولش خیلی جذاب بود ولی وقتی اول ماهی رو گرفتم انقدر عذاب آور بود دیدن ماهیه که گیر میافتن و کلا فک و ایناشون داغون میشه که دیگه ادامه ندادم. بچه هامون. چیل کردن روی قایق از قشنگترین و پر آرامش ترین قسمت های سفر بود که دوست داشتم ساعتها تو همون حالت بمونم ولی خب نمیشد. تو بنده سلولش حبس نگاهتو میکشم ولی بازم رو می نگاش عکس چشاتو میکشم ای قصه بی سر و تا شعر بدون قافیه برای مرگ این صدا نبودن تو کافیه. خب موزیکال که گوش دادین، بریم یه پیتزای محلی با هم دیگه بخوریم و بعد میخوام ببرمتون مراسم خیام خانی، یکی از قسمت‌های خیلی خفن سفرمون. خیام خانی اینجوری بوده که قدیما مردم جمع میشدن یه شعر خیام میخوندن، اونایی هم که بلد نبودن برای خودشون هر شعر محلی که بلد بودن رو میخوندن و این یه در واقع فرهنگ شده بین مردمش که الانم توی کافه هاشون این مراسم رو برگزار میکنن. رنگان میکشیدن، بادبان میکشیدن و میداف پارو میزدن، یعنی جنوبی هستی پارو میگن میداف.
اگر دوست داشتید میتونید میداف بذارید همزمان با اجرای ما. پارو دیگه ها جوری؟ نه پارو بغل نه، اون مال رودخونه. تو دهریه باید دو دستی بزنید. باید جواب بدین هله. آماده این؟ یعنی چی؟ هله یه آوای تشویقیه، یعنی ماشاءالله هله برای تحریک کردن در واقع نفر مقابل. آماده این یا نه؟ خود سر صوت خوشه وی سر صوت خوشه وی لالای جانون جسم مرده وی خلاصه که برگشت به اقامتگاه و مسئول اقامتگاهمون یعنی صاحب اقامتگاهمون برامون یه ورکشاپ کوچیک گذاشت و یه سری سازهای سنتی رو اومد بهمون توضیح داد و آموزش داد و اینا. خیلی باحال بود. ببین این به خاطر اینکه ارتعاش ایجاد میکنه باعث میشه که اون خونی که تو رگ توی همون ارتعاشه، اون مثل آبی که میریزی توش قل بزنه، بعد اون سردرد و یه سری از بیماری‌ها رو خوب میکنه. درست نگه درست آره بعد درست نگه داری. الان حالا ارتعاش رو باید تو دستت حس کنی کم کم. میفهمی ارتعاش رو الان؟ آره قشنگ هست. این شیکره. فرقش با اون که فلوت هم دیروز فلوت میزدن مثلا صداشون یه ذره زیر بود، این صداش بمه. مثلا بهترین حالتش هم اینجوریه. ببین مثلا توی جنگلی جایی باید بزنیم و اینکه حتما باید این انعکاسه رو داشته باشه که صداش بره. اینم بازه. اگه رفتیم بوشهر رستوران قوامو بهتون پیشنهاد میکنم، هم قیمتاش خیلی خوب بود هم غذاش خیلی خوشمزه بود. قهوه یه رنگینک بود که به عنوان دسر آوردن، خرما و حلوا بود. یکی از برنامه‌هایی که هر روز داشتیم تماشای غروب دریا بود. واقعا زیباست. روز آخر سفر میام میشینم لب ساحل تا شب شد، یعنی غروب رو میبینم، بعد منتظر میمونم دیگه کامل هوا تاریک بشه. خیلی حس باحالیه. من براتون خاطره تعریف کنم. ما اینجا گیر کردیم، اینم صخره‌ایه که مجبور بودیم ازش رد شیم و میخواستیم بریم اونور، یعنی اون نقطه نشد، گیر کردیم و نمیتونیم برگردیم. اگه زنده موندم بقیه ولاگو براتون میذارم. نمیتونم بهتون بگم چه راه وحشتناکی رو طی کردیم تا رسیدیم، یعنی تمام بدنم زخمی شد از اون بالا اومدم پایین. ولی رسیدیم، الان دم ساحلیم. بعد یه ذره نشستیم اینجا، واقعا سخت بود. یعنی بعد یه چیز جالبی که هست اینه که همه می‌دیدن ما اون بالا گیر کردیم نمیتونیم بیایم پایین، فکر کردم مثلا کوهنوردی چیزی هستیم، اصلا به ما توجه نمی‌کردن کمکمون کنن و این همه آدم این پایین بود. خلاصه که رسیدیم دیگه.
یه خانمه بود میگفت خونه هاشونو با این سنگا درست میکنن، از صدف و شن کلن تشکیل شده. هم خیلی گرونه هم خیلی خنکه، یعنی به جای سیمان و اینجور چیزا از اون استفاده میکنن. هم سبکه هم خنکه. الان بهتون نشون میدم چجوریه. بچه اومدید اینجور جاها از این OR اسنپ با خودتون بگید واسه کمبود آب بدن و ایناست. کاهش آب و املاح بدن بریزین بخورین، خیلی کمکتون میکنه. این حالا طعمش که نمیدونم طعمای دیگه داره یا نه. اینجا دریای بندر رستمی، حومه بوشهره. من اینجا رو از همه جا بیشتر دوست داشتم. خیلی بکر و آروم و یعنی خوراک اینه که بخوای بیا اینجا ریلکس کنی، ولی خب به شهر خیلی دوره. برای دریا دوستانی که فقط میخوان ریلکس کنن عالیه. این برم اقامتگاهه، خیلی باحاله. کلی هم خرچنگای کوچولو کوچولو داره ساحلش. ولی هر ساحل با اون یکی ساحل فرق میکنه، رنگ خاکش، صدفش. رفتن تونه با چشم ببینم، میخوام برام سر ره بشینم. رفتن تونه با چشم ببینم،